چه بلایی سر مغز دزدیده شده انیشتین اومد؟ بعد از مرگ انیشتین دکتر هاروی برخلاف وصیت انیشتین که خواسته بود که بدنش به طور کامل سوزونده بشه مغزش رو جدا میکنه و با خودش میبره. هاروی به طور دقیق از مغزش عکس برداری کرد. بعدش برای بررسی دقیق‌تر به 1240 قسمت تقسیمش کرد و اونجا بود که متوجه مواد عجیبی شد. برخلاف تصورهای رایج مغز انیشتین بزرگتر از بقیه نبود. اتفاقا برعکس مغز آدم‌های معمولی 1400 گرمه در حالی که مغز انیشتین 1230 گرم بوده. اما چروک‌های مغزش نسبت به بقیه بیشتر بوده که باعث پیشرفته شدن مغز میشه. هاروی به خاطر این کارش از بیمارستان اخراج میشه. زنش هم ترکش میکنه و حتی بعد از مدرک پزشکیش رو هم باطل میکنن. وقتی مغز انیشتین پس گرفته میشه اون تو یک موزه در فیلادلفیا نگه میدارن. اما در طول اون سالها دکتر هاروی اصطلاحات از مغز انیشتین رو به بقیه پزشکان و حتی دوستانش داده بود و عجیبه که تکه‌ها هیچ وقت پیدا نشدن. و در آخر لایک و سابسکرایب فراموش نشه که حتما کمک بزرگ کردین.